زن برزیلی همسر عروسکی خود را به خیانت متهم کرد. مریوون روچا موریس، زن 37 ساله برزیلی که سال گذشته اعلام کرده از یک عروسک پارچه‌ای باردار شده است، حالا ادعا می‌کند این شوهر عروسکی با زن دیگری رابطه داشته و قصد دارد از او طلاق بگیرد. مریوون ادعا کرد یکی از دوستان شوهر عروسکیاش را دیده که به همراه زن دیگری وارد یک هتل شده است، در حالی که خودش در آن زمان در بیمارستان به همراه پسرش بستری بوده است. او گفت این ماجرا رابطه زناشوییشان را در معرض خطر قرار داده است. مریوون در دسامبر 2021 با این عروسک پارچه‌ای که مادرش آن را ساخته بود ازدواج کرد، چرا که از تنهایی و نداشتن همسر خسته شده بود. او اکنون میگوید در اتاقی جدا از همسر عروسکیاش میخوابد، چرا که او به زنش خیانت کرده است. آنها همچنین صاحب فرزندانی عروسکی پارچه‌هایی هستند که در خانه متولد شده‌اند و پرستاران و پزشکان واقعی نیز در این زایمان حضور داشته‌اند. مریوون با ناراحتی گفت: بسیار غمگینم و به سختی میتوانم بخوابم، چرا که همسرم را بسیار دوست دارم، اما او خیانت را انکار میکند. این داستان عجیب واکنش‌های متفاوتی در برزیل برانگیخت. برخی با طنز و تمسخر به آن واکنش نشان دادند و سلامت روان این زن را زیر سوال بردند، در حالی که دیگران نگران وضعیت روانی او شدند. این ماجرا بحث‌هایی را درباره لزوم کمک روانپزشکی به مریوون برانگیخت، چرا که کارشناسان معتقدند در نظر گرفتن یک عروسک پارچه‌ای به عنوان همسر واقعی نشانه اختلال جدی روانی و نیاز به مراقبت‌های پزشکی مناسب است. مریوون روچا موریس پس از اعلام اینکه از عروسک پارچه‌ای که مادرش برایش درست کرده بود منتظر دومین فرزند خود است، خشم و جنجال گستردهایی را برانگیخته است. این زن برزیلی که ادعا می‌کند با یک عروسک پارچه‌ای ازدواج کرده، اعلام کرد که از شوهر عروسکی خود قرار است فرزند دومشان را به دنیا بیاورد. اخیراً مریوون در یک ویدیو در شبکه اجتماعی تیک تاک اعلام کرد که تست بارداری او مثبت و منتظر دومین فرزند خود است، موضوعی که با تمسخر کاربران مواجه شده است. مریوون در این ویدیو بسیار خوشحال و خندان ظاهر شد و تست بارداری را جلوی دوربین برد و گفت: من باردارم. این کاربر تیک تاکی که رابطه جنجالیاش با یک عروسک پارچه‌ای را در رسانه‌های اجتماعی مستند می‌کند، پس از چندین سال مجرد بودن با عشق زندگیش آشنا شده است. مریوون روچا موریس 38 ساله اهل برزیل پس از آنکه به مادرش درباره مجرد بودن خود و اینکه کسی را ندارد که با او به مهمانی رقص برود شکایت کرد، با عشق زندگیش آشنا شد. مادرش مارسلو عروسک پارچه‌ای را برای دخترش ساخت و آنطور که این زن 38 ساله میگوید عشق در یک نگاه برایشان اتفاق افتاد. پس از آن مریوون تصمیم گرفت در یک مراسم عروسی با حضور 250 نفر با عروسک پارچه‌ای ازدواج کند. این دو پس از گذراندن ماه عسل یک هفته‌ای خود در خانه‌ای ساحلی در ریو دو ژانیرو با نگرانی منتظر به دنیا آمدن فرزندشان بودند. مریوون 21 ماه کودک عروسکیاش مارسلینیو را هم به دنیا آورده بود و گفت زایمانش بدون درد انجام شد. او تنها در عرض 35 دقیقه در خانه و با حضور یک پزشک و پرستار و در حالی که این اتفاق را به طور زنده برای 200 نفر پخش می‌کرد، زایمان خود را انجام داده بود.